دو دختر امینه میرزویeva ساکن محله فردوسی کلاب هر روز در کجا بودن پدرشان را میپرسند. مادر پاسخی ندارد. تیلو کریموف شوهر امینه میرزویeva و پدر 3 فرزندش سال پیش به روسیه رفته و باری هم به خانواده تماس نگرفته است. در فدراسیون روسیه 1 سال شد که هم خیلی سراغ نمیکنم کودکاش نخدمه. قطعا هم 3 کودک حیران ماندم. امینه میرزویeva 24 سال دارد. پیش از ازدواج با تیلو کریموف از شوهر اولش جدا شده است. در 5 سال زندگی صاحب 3 فرزند شدند. وقتی که فهمیدن که من معامله دارم امی 3 دخترچه میشود، دختر بودنش فهمیده که ای خانه پیش میکند. حالا با مریم 5 ساله، رومیسای 3 ساله و آیشموی 1 ساله و 2 ماهه در آغلخانه امکش زندگی میکند. از اینجا هم گاهی امک پیش میکند، گاهی بر میگرداند. از خانه های همسایگان قوطی های پلاستیکی جمع کرده میفروشد و زندگیش را میچرخاند. آینیسا حاجی‌یوا همسایه امینه است و از احوالش دائم خبر میگیرد. من همسایه خیلی میبینن که آدم گودک داره بیچاره خیلی ایشون داشتگیش نون میسال اوقات همی اگانس میارن یردم میکنن که خیلی گولکه کشه یردم میکنن گوش میکنن. مادر امینه هم مثل دخترش در بدر است. گاهی با دختر گاهی در خانه مادران در بسر میبرد. پدر خاندان به مهاجرت رفته است تا کار کرده برای خود و فرزندانش کلبه پیدا کند. پسرش هم خانه را ترک کرده است. غز کشتیم. ما هم خونه ویرونی دختر. به خانگی خود فرزند بکگی. امینه سال 2015 شوهر کرده به این خانه آمده بود. خانه خوش‌دامن. اما این خانه 3 ماه پیش به دیگر کس سودا شده است. تیلو کریموف همسر امینه از روسیه تماس گرفته گفت که دیگر همسرش در فکر او نباشد. در روسیه عائله برپا کرده است. زندگی کسافت فقط نام کسی بالندی داره. یکی ما هم دکتر شما گفتگیم دیگر نمی‌ماند صدای دیگر دکان در رادیو ما باور جواب شدیم شد گفتگیم. این مرغ هم در تقدیرش از کجای پیدا شده است. هر روز در پهلوی بستر امینه 1 تخم میکند. غذای صبحگاهی فرزندانش می شود. بعد این هر 2 دختر بزرگش را میگیرد و به جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی می رود تا زندگیش را در این 4 دیواری گذراند. محمود جان رحمتزاده، رادیو آزادی، کلاب.